بعد این بنده خدایی و اونایی که میان همش میگن 150 سال افغانستان تأسیس شد. 150 سال قبل از الان میشه 1874. خب میایم عقب 1950 میایم افغانستان ایران بوده. خب دوباره میایم عقب افغانستان ایران بوده. میبینید این دوتا بوده. حتی یه کمی اینو پایین‌تر بیارم که درست‌تر معلوم بشه. اینجا خب دوباره میایم 1874 ایران افغانستان بوده. درست؟ این پرژیا بوده، تازه اسمش اینجا پرژیا بوده، ایران هم نبوده اینجا. دوباره عقب‌تر میایم بوده. درست؟ 847 بوده. بازم هست. اینجا میایم 1820 یه امپراتوری دورانی بوده، تمام خاک افغانستان و تا اینجا. این قبل از افغانستان امروزی نگاه کنید 1820 این امپراتوری دورانی بوده و خیلی هم بزرگ بوده، اندازه خاک کنونی ایران بوده. ببینید شما میگین که مثلا 874 افغانستان تأسیس شده، قبلش این بوده. الان اینو برای کی نسبت میدین؟ این میگیم مال ایرانه. خب ایران که خاکش اینجاست، این دوتا که یکی نبودن. حتی بالا شده، دوباره نگاه کن این دورانی بزرگتر شده، هنوز الان از ایران بزرگتر از لازم وسطی. اینجا نگاه کنین 1795 این قسمت‌های مشهدی که میگیم، نگاه کنین مشهد جزء امپراتوری دورانی بوده. حالا شما بیاین بگین که هرات از ما انگلیس جدا کرد، در حالی که این مشهد جزء خاک افغانستان بوده، انگلیس اینو جدا کرده چسبونده به خاک شما. این ملا و آخوندا که به شما اینا نمیگن. نگاه کنین مشهدو دوباره زومش میکنم، خراسان رضوی مشهد، اینجا میتونید خودتون ببینید.